کنکور سراسری چین موسوم به گاوکائو هر ساله به مدت 3 روز در چین برگزار می شود. گاوکائو بزرگترین آزمون پذیرش در دانشگاه‌های ملی چین است و متقاضیان به صورت فشرده با یکدیگر رقابت می‌کنند. نداشتن نگرانی و استرس نقش زیادی در موفقیت دانش آموزان داره. امیدواریم که در این مسیر بتونن نتیجه خوبی کسب کنند. هر چقدر فضای آزمون آرام باشد، اعتماد به نفس دانش آموزان بیشتر است. در کنکور سراسری چین برای جلوگیری از هر گونه تخلف اقدامات دقیقی در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. محل‌های برگزاری آزمون مجهز به دوربین مداربسته و سیستم ردیاب سیگنال‌های موبایل و بیسیم است. وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌هایی که صدای مناسبی ندارند در این 3 روز در خیابان‌های محل برگزاری آزمون حق تردد ندارند. در مجموع 12,900,000 دانش آموز در 345,000 حوزه امتحانی در سراسر چین برای ورود به دانشگاه با یکدیگر رقابت می‌کنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.